دوستان عزیز، ضمن تقدیر و تشکر از تهیه کنندگان برنامه سراپرده یگانگی و همچنین قدردانی که از شما عزیزان که وقت گرانمایه خودتون رو در اختیار من گذاشتید. امید بر آن هستش که امروز به همراهی همدیگه مطالبی جدید بیاموزیم. بحث امروز ما همینطور که کیومرث جان فرمودن در مورد کشور مقدس ایران از دیدگاه جامعه بهایی است. ما بهاییان معتقدیم که بشریت به جهت بلوغ و رشد می‌تازد و طبیعتاً بررسی مسائل نحوه جدید، بدیع و ژرف‌تری به خود می‌گیرد. برای مثال می‌شود نحوه بررسی واژه وطن‌دوستی را مورد مطالعه قرار داد. حضرت بهاءالله در لوح دنیا می‌فرمایند فخر و مباهات برای کسی نیست که وطن را دوست دارد، بلکه برای کسی است که جهان را دوست می‌دارد. یعنی از علائم بلوغ آن است که هر انسانی علاوه بر دوستی وطن خود که امری کاملا طبیعی است، کل عالم انسانی را نیز دوست بدارد و یا به عبارتی دیگر دوست داشتن فرزندان خود فخری ندارد، بلکه علاوه بر آن دوست داشتن فرزندان دیگران می باشد که موجب فخر و اتحاد عالم است. در مورد وفاداری نسبت به وطن حضرت عبدالبها می‌فرمایند هر ذلتی را تحمل توان نمود مگر خیانت به وطن. هر گناهی قابل عفو و مغفرت است مگر هتک ناموس دولت و مضرت ملت. ملاحظه می‌فرمایید با توجه به این بیان سریع و کامل چطور میشه یک فرد بهایی را متهم به جاسوسی کرد بماند. اما درباره دیدگاه خاص بهاییان راجع به ایران باید بیان کرد که مافوق شکوه گذشته ایران هم که مدیون پیامبرانی است چون حضرت زرتشت، شاهانی همچون کوروش و داریوش، دانشمندان و بزرگانی همچون مولانا جلال‌الدین رومی، حافظ شیرازی، ابن سینا و زکریای رازی و ملتی که به فرموده حضرت بهاءالله در لوح دنیا مشارق رحمت و مطالع شفقت و محبت بودند و به نور خرد و دانش منور و مزین می باشند. آنچه ما معتقدیم این است که در این دور و عصر به واسطه آشکار شدن آیین جدید بهایی شکوه و جلالی بی‌نظیر و بی همتا برای کشور مقدس ایران مقدر شده که آوازه آن را ابدی خواهد نمود. حضرت عبدالبها در این مورد می‌فرمایند پروردگار عالمیان محض فضل و احسان هیکل ایران را به خلعتی مفتخر فرمودند و ایرانیان را تاجی بر سر نهاده که جواهر و ظواهرش بر قرون و اعصار بتابد و آن ظهور این امر بدیع است. همونجور که توجه کردید خطابشون به ایرانیان به کل بوده، نه فقط قشری از مردم ایران. تمامی ایرانیان رو تاج وقاجی بر سر گذاردن. آری ایران زادگاه دیانت بهایی و بابی است. حضرت باب در شیراز متولد شدند و در همین شهر اظهار امر فرمودند. مدتی در بوشهر به تجارت مشغول بودند. از شهرهای مختلف ایران از جنوب تا شمال غربی مانند اصفهان، کاشان، ارومیه عبور کردند تا در ماکو و بعد در چهریق در آذربایجان
زندانی شدند و بالاخره در تبریز به شهادت رسیدند. منزل ایشان در شیراز که بعد از انقلاب ایران به دست دشمنان تخریب شد، اما نقشه‌های دقیق آن موجود است و در آینده به همان شکل اولیه بنا خواهد شد. لازم به تذکر است که این بیت در شیراز یکی از 2 محل حج است که همه بهائیان جهان باید به زیارت آن بشتابند. حضرت بهاءالله از اهالی نور مازندران بودند که در تهران متولد شدند. برای تبلیغ دیانت بابی به بسیاری از نقاط ایران از شرق تا غرب کشور مسافرت کردند و در زندان سیاهچال تهران بود که وحی الهی برای اولین بار بر ایشان نازل شد. مؤمنین اولیه و شهدای این امر همه ایرانی بودند. 20,000 شهید در سراسر خاک پهناور ایران جان خود را در راه این امر مقدس فدا کردند و خون پاک خود را با خون پاک خود زمین را رنگین نمودند. نور الهی از این سرزمین درخشید و تمام جهان را روشن نمود. به این دلیل است که کشور ایران در نظر بهائیان جهان مقدس است و در جای جای آن اماکن متبرکه‌ای قرار دارد که همه بهائیان آرزومند زیارت آن هستند. حضرت عبدالبها که خودشان در ایران متولد شدند اما هنگام تبعید از آن فقط 9 سال داشتند، هرگز نتوانستند به این کشور بازگردند. می‌فرمایند حضرت بهاءالله حضرت باب هر دو ایرانی بودند و 20,000 ایرانی در آن سبیل جانفشانی نمودند و من نیز ایرانی هستم. حتی با وجود اینکه 60 سال است از ایران خارج شده‌ام، هنوز راضی به آن نگشتم که عادات جزئیه ایرانی را ترک کنم. بهائیان ایران را می‌پرستند. همچنین در مورد مقام ایران در نظر بهائیان می‌فرمایند بهائیان چنان ایران را در انظار جلوه دادند که امروز جمع غفیری از اقالیم 7 قاره‌های 5گانه پرستش ایران می‌نمایند، زیرا شمس حقیقت از آن افق طلوع نموده و وطن مقدس حضرت بهاءالله است. ملاحظه کنید که چه موهبتی حضرت یزدان در حق ایران و ایرانیان فرموده. دیانت بهایی از آنجا که از ایران ظاهر شده با فرهنگ ایران عجین است. بیشتر آثار الهی در این دوره به زبان فارسی نازل شده. به همین دلیل اکنون بسیاری از بهائیان عالم زبان فارسی را می‌آموزند تا بتوانند کلام الهی را به زبان نزولی آن مطالعه کنند. حضرت عبدالبها به یکی از بهائیان غرب می‌فرمایند ای منجذب به نفحات تا توانی همت نما که زبان فارسی بیاموزی، زیرا این لسان عنقریب در جمیع عالم تقدیس خواهد شد. این هم از اهمیت زبان فارسی. آثار بهایی از اشعار و ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات رایج در ادبیات فارسی سرشار است. فرهنگ ایران از این طریق به سراسر عالم راه می‌یابد. اگر دوستان فرصتی یافتید و کتب 7 وادی یا 4 وادی را مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که تشابه نگارش بسیار با آثار نظامی گنجوی دارد
اگرچه به قولی هفت‌وادی فرم تکامل یافته اشعار نظامی است. دیگر وجه تشبه تقویم بهایی با تقویم شمسی است. سال بهایی با اول فروردین آغاز می شود و تمامی بهاییان عالم نوروز را جشن می گیرند. تقویم بهایی از امسال یعنی سال 2015 دقیقاً با تحویل سال در ایران هماهنگی دارد و مبدأ آن بر اساس تحویل سال در تهران محاسبه می شود. ایران جدا از ارتباطی که با دیانت بهایی دارد، در ضمن کشوری با عظمت است. چنانکه حضرت عبدالبها در رساله مدنیه که رساله 47 صفحه‌ای است خطاب به حکما و اهالی ایران که در سال 1875 میلادی تقریباً 150 سال پیش به فارسی از قلم حضرت عبدالبها صادر شد. حضرتش این رساله را بدون امضا به ایران ارسال فرمودند به امید آنکه تعصب به نگارنده باعث عدم کشف حقایق نشود. در این رساله که مخزن بیانات ایشان در مورد تجدید حیات ایران است، در مورد تاریخ ایران چنین می‌فرمایند: در ازمنه سابقه و مملکت ایران در ازمنه سابق مملکت ایران به منزله قلب عالم و چون شمع افروخته بین انجمن آفاق منور بود. عزت و سعادتش چون صبح صادق از افق کائنات طالع و نور جهان افروزش معارفش در اقطار مشارق و مغارب منتشر و ساطع. آوازه جهانگیری تاجداران ایران حتی به سمع مجاورین دایره قطبیه رسیده و سیت صفت ملک الملوکش ملوک یونان و رومان را خاضع و خاشه نموده. پادشاهان روم و یونان که برای خودشون عظمتی در آن زمان داشتند در مقابل شاهان ایران سر تعظیم فرود می آورد. حکمت حکومتش حکمای اعظم عالم را متحیر ساخته و قوانین سیاسیش دستورالعمل کل ملوک قطعات اربعه عالم گشته. حکمت و سیاست فرمانروایان ایران. اما در مورد ملت ایران چه می‌فرماید؟ ملت ایران مابین ملل عالم به عنوان جهانگیری ممتاز و به صفت ممدوحه تمدن و معارف سرافراز. در قطب عالم مرکز علوم و فنون جلیله بود و منبع صنایع و بدایع عظیمه و معدن فضائل و خصائل حمیده انسانیه. چه زیبا در مورد ایران و ایرانیان صحبت میکنن. از علم و دانش، هنر و فنون چیزی باقی نمیمونه که نگفته باشن. بعد ادامه میدهن. این نوع خیلی بسیار طولانیه، من قطعاتی رو براتون انتخاب کردم. بعد ادامه میدهند که این مسائل و این بزرگی ایران فقط در تواریخ کتب تاریخی نیامده، بلکه در کتاب عهد عتیق تورات هم ذکر شده با جزئیات. البته در اینجا میفرمایند در تواریخ گذشته از آنچه در تواریخ فارسی مندرج و مندمج است، در اسفار تورات که الیوم نزد کل ملل اروپا من دون تحریف کتاب مقدس مسلم است، مذکور است که در زمان کوروش ایران از حدود داخلیه هند و چین تا اقصا بلاد یمن و حبشه که منقسم به 360 اقلیم بود حکمرانی می‌نمود و در تواریخ رومان مذکور که این پادشاه غیور
با لشکر بی‌پایان بنیان حکومت رومان که به جهانگیری مشهور بود با خاک یکسان نموده و زلزله در ارکان جمعی حکومت عالم انداخت. خلاصه از مفاد تواریخ ملل مشهور که نخستین حکومتی که در عالم تأسیس شده و اعظم سلطنتی که بین ملل تشکیل گشته تخت حکمرانی و دیهیم جهانبانی ایرانی است. اولین سلطنتی که بین ملل تشکیل شد با این میمنت و هیمنت سلطنت پادشاهی در ایران بوده. همچنین در مورد ملت ایران و وضعیت جغرافیایی آن می‌فرمایند همچون گمان نرود که اهالی ایران در زکای خلقی و فتانت و دعای جبلی و ادراک و شعور فطری و عقل و نهی و دانش و استعداد طبیعی از مادون دون پسترند. ما فکر نکنید، گمان نکنید که ایرانی‌ها کم میارن از جهت هوش، دانش، عرفان و اخلاق. استغفرالله، خدا نکنه همچین فکری ما بکنیم. بلکه در قوای فطریه سبقت بر کل قبایل و طوائف داشته و دارند و همچنین مملکت ایران بر حسب اعتدال و مواقع طبیعیه و محاسن جغرافیا و قوای انباتیه منتهی درجه تحسین را داشته. این هم از آب و هوای خوب ایرانمون که 4 فصل رو واقعا کمتر جایی می‌بینید که هوا که فصل‌ها به این زیبایی مشخص بشه. شاید بسیاری از افراد با توجه به ذلت و عقب افتادگی ایران در 200 سال گذشته امیدی به آینده روشنی برای این کشور نداشته باشند. اما با توجه به آنچه ذکر شد، آینده ایران از نظر بهائیان بسیار روشن و درخشان است. تنها اندکی همت و غیرت و سعی و کوشش لازم است تا این کشور به عظمت دیرینه خود بلکه به جایگاهی اعظم از آن دست یابد. حضرت عبدالبها در رساله مدنیه به مردم ایران و اولیای امور کشور توصیه فرمودند که از تقلید نفوس متوهمه بپرهیزید. تغییر و تحول اساسی در طرز تفکر و رفتار عادی و فردی و اجتماعی را لازم شمردند. به فکر بزرگواری و عزت خود بین ملل و طوایف عالم باشند و با وجدانی آگاه و تمسک به خشیت الله دست به دست هم داده احتیاجات مملکت را دریابند و منافع شخصی خود را فدای مصالح عامه نمایند. حضرتش به خوانندگان آن رساله مبارکه توصیه فرمودند که در بررسی مسئله تجدد ناظر به باطن امر باشند. جوهر کلام مبارک آنکه عامل اصلی پیشرفت تمدن انسانی در طی قرون و اعصار قوای عقل و دانش بوده است. تحری حقیقت. به این ترتیب به اعتقاد بهائیان آبادانی ایران بیش از هر چیز در گروه 3 عملکرد است. اولا ایرانیان میباید دست از تقلید، چه تقلید از غربیان باشد چه تقلید از علمای دینی بردارند و از عقل خود استفاده کنند. دوم در راه خیر عموم از منافع شخصی خود صرف نظر نمایند و برای سازندگی ملت با هم متحد شوند. سوم اینکه به جای توجه به امور ظاهری و بی اهمیت غرب به آنچه اصل و اساس تمدن است،
یعنی علم و دانش روی آورند. بهائیان در این باورند که ایرانیان این گام مهم را برخواهند داشت، زیرا در آثار مقدسه بهایی بشارات فراوانی درباره آینده ایران وجود دارد. برای مثال می‌فرمایند عنقریب ملاحظه خواهد شد که دولت وطنی جمال مبارک یعنی ایران در جمیع بسیط زمین محترمترین حکومات خواهد گشت. و در جای دیگر می‌فرمایند بهاءالله ایران را روشن نموده و در انظار عمومی عالم محترم نماید و ایران چنان ترقی نماید که محسود مورد حسد و مربوط مورد قبطه شرق و غرب گردد. ایران مرکز انوار گردد، این خاک تابناک شود و این کشور منور گردد و این بینام و نشان شهیر آفاق شود و این محروم محرم آرزو و آمال و این بی بهره و نصیب فیض موفور یابد و امتیاز جدید و سرافراز گردد. با اجازه عزیزان، بحث امروز را با یک مناجاتی از حضرت عبدالبها که به افتخار کشور مقدس ایران نازل شده به پایان می‌بریم. به نام یزدان مهربان، پاک یزدانا، خاک ایران را از آغاز مشک‌بیز فرمودی و شورانگیز و دانشخیز و گوهرریز. از خاورش همواره خورشیدت نورافشان و در باخترش ماه تابان نمایان. کشورش مهرپرور و دشت بهشت آسایش پرگل و گیاه. کهسارش پر از میوه تازه و تر و چمنزارش رشک باغ بهشت. گوشش پیغام سروش و جوشش چون دریای ژرف پرخروش. روزگاری بود که آتش دانشش خاموش شد و اختر بزرگواریش پنهان در زیر روپوش. باد بهارش خزان شد و گلزار دلربایش خارزار. چشمه شیرینش شور گشت و بزرگان نازنینش آواره و در به در هر کشور دور. پرتوش تاریک شد و رودش آب باریک تا آنکه دریای بخششت به جوش آمد و آفتاب دهش دردمید. تا آنکه دریای بخششت به جوش آمد و آفتاب دهش دردمید. بهار تازه رسید و باد جان پرور وزید و ابر بهمن بارید. پرتوی آن مهر تابید، کشور بجنبید و خاکدان گلستان شد و خاک سیاه رشک بوستان گشت.
جهان جهانی تازه شد و آوازه بلند گشت. دشت و کوهسار سبز و خرم شد و مرغان چمن به ترانه و آهنگ همدم شدند. هنگام شادمانی است، پیغام آسمانی است، بنگاه جاودانی است. بیدار شو، بیدار شو. ای پروردگار بزرگوار، حال انجمنی فراهم شده و گروهی همدستان گشته که به جان بکوشند که تا از آن باران بخششت بهره‌ای به یاران دهند و کودکان خود را به نیروی پرورشت در آغوش هوش پرورده رشک دانشمندان نمایند. آیین آسمانی بیاموزند و بخشش یزدانی آشکار کنند. پس ای پروردگار مهربان، تو پشت و پناه باش و نیروی بازو بخش تا به آرزوی خویش رسند و از کم و بیش درگذرند و آن مرز و بوم را چون نمونه جهان بالا بنمایند.